تا حالا فکر کردید چرا یه ویدیو که دیروز هیچ کس نمیشناخت امروز میلیون‌ها بازدید میگیره؟ یا چرا یه محصول کوچیک که هیچ کس دربارش حرفی نمیزد ناگهان تبدیل به یک ترند جهانی میشه؟ چرا بعضی برندها سالها تلاش میکنن اما دیده نمیشن ولی بعضی ایده‌ها فقط در چند روز همه جا پخش میشن؟ توی این ویدیو قرار هست بفهمیم چرا بعضی چیزا ویروسی میشن، چه چیزی باعث انفجار ناگهانی یک محتوا یا یک محصول میشه، نقش الگوریتم‌ها اینجا چیه و چطور میتونیم از مفاهیم اقتصادی برای فهمیدن این پدیده‌ها استفاده کنیم. پس اگه میخواید راز پشت میلیون‌ها بازدید و رشدهای انفجاری رو بدونید تا پایان این ویدیو همراه باشید. آیا وایرال شدن فقط شانسه؟ وقتی یک ویدیو توی اینترنت منفجر میشه خیلی‌ها فکر میکنن فقط شانس آورده، اما اقتصاددان‌ها نگاه متفاوتی دارن. اونا میگن بسیاری از اتفاقهایی که ناگهانی به نظر میرسن نتیجه یک فرآیند تدریجی هستن، مثل یک آتشفشان. ماه‌ها یا حتی سال‌ها انرژی در زیر زمین جمع میشه اما لحظه فوران ناگهان همه چیز تغییر میکنه. وایرال شدن هم همینطوره. قبل از انفجار معمولاً چند عامل آرام آرام در حال جمع شدن هستند. رفتار کاربران، کیفیت محتوا، احساسات مردم و قدرت شبکه‌ها. وقتی این عوامل به یک نقطه خاص میرسن اتفاق بزرگ رخ میده. این عوامل چی هستند؟ یکی از مهمترین مفاهیم پشت وایرال شدن اثر شبکه‌ای یا نتورک افکت هست. یعنی ارزش یک محصول یا محتوا با افزایش تعداد کاربران بیشتر میشه. مثلا یک پیام رسان جدید ساخته شده. اگه فقط شما و 2 نفر دیگه تو اون باشید ارزش زیادی نداره، اما وقتی میلیون ها نفر وارد اون میشن ناگهان نبودن توی اون سخت میشه، چون دوستان شما اونجا هستن، کسب و کارها اونجا هستن و اطلاعات اونجا جریان داره. تو شبکه‌های اجتماعی هم همین اتفاق رخ میده. هر کاربر جدید فقط یک مصرف کننده نیست، اون میتونه تولید کننده محتوا، تبلیغ کننده و عامل رشد باشه. یعنی کاربر بیشتر، محتوای بیشتر، جذابیت بیشتر و دوباره کاربر بیشتر رو ایجاد میکنه. این یک چرخه رشد هست. اگه تا اینجای ویدیو برات جالب بوده و دوست داری مفاهیم اقتصادی و پول و کسب و کار رو با مثالهای واقعی و داستانهای جذاب یاد بگیری، همین حالا کانال رو سابسکرایب کن. چون ما هر بار ویدیوهایی منتشر میکنیم که باعث میشه درآمدزایی و اقتصاد رو از زاویه‌ای متفاوت ببینیم. حالا بریم سراغ مهمترین بخش ماجرا، یعنی اینکه چرا بعضی چیزا ناگهان منفجر میشن و به نقطه اوج میرسن. اینجا به مفهوم مهمی میرسیم به نام نقطه اوج یا تیپینگ پوینت. فرض کنید یک ویدیو منتشر میشه. روز اول چند صد نفر اون رو میبینن، روز دوم چند هزار نفر. تو این مرحله شاید به نظر برسه اتفاق خاصی نیفتاده، اما پشت صحنه اتفاق مهمی در حال رخ دادنه. الگوریتم متوجه میشه مردم ویدیو رو تا آخر میبینن، اون رو ذخیره میکنن، برای دیگران میفرستن و درباره اون واکنش نشون میدن. در یک لحظه سیستم تصمیم میگیره این محتوا ارزش نشون دادن و افراد بیشتری رو داره. اینجاست که نقطه اوج اتفاق میفته. رشد دیگه آروم نیست. از چند هزار بازدید به چند میلیون بازدید تبدیل میشه. مثل یک گلوله برفی کوچیک که بعد از مدتی تبدیل به یک بهمن بزرگ میشه. با این حساب قدرت واقعی دست چه کسی است؟ در گذشته اگه یه شرکت میخواست معروف بشه باید هزینه زیادی برای تبلیغات تلویزیونی، بیلبورد و رسانه پرداخت میکرد. اما امروز یک تغییر بزرگ اتفاق افتاده. ما وارد عصر اقتصاد پلتفرم‌ها شدیم. پلتفرم‌هایی مثل یوتیوب، اینستاگرام و تیک تاک فقط محل انتشار محتوا نیستن. اونها اقتصادهای جدیدی رو ساختن. توی این اقتصاد یک الگوریتم میتونه تصمیم بگیره در مورد اینکه چه چیزی دیده بشه، چه کسی رشد کنه و کدوم محصول به میلیون‌ها نفر معرفی بشن. به همین دلیل امروز گاهی یک سازنده کوچیک میتونه با یک ایده خلاقانه رقیب برندهای بزرگ باشه. حالا چرا بعضی چیزا بیشتر از بقیه وایرال میشن؟ خب میدونید که هر چیزی قابلیت وایرال شدن نداره. معمولاً محتواها و محصولاتی موفق میشن که چند تا ویژگی دارن. اول ایجاد احساس میکنن. مردم چیزهایی رو به اشتراک میذارن که در اونها احساسی ایجاد کرده باشه. احساساتی مثل تعجب، خنده، هیجان، الهام یا حتی عصبانیت. احساس موتور انتشار هست. دوم، ساده و قابل انتقال هستند. اگر یک ایده رو نتونیم در چند ثانیه برای دیگران توضیح بدیم، احتمال انتشار اون کمتر میشه. پیام‌های ساده سریعتر حرکت میکنن. سوم، مردم دوست دارن بخشی از یک اتفاق بزرگ باشن. وقتی یک موضوع تبدیل به ترند میشه، افراد احساس میکنن اگر درباره اون صحبت نکنن چیزی رو از دست دادن. این همون چیزیه که باعث سرعت گرفتن موج‌های اینترنتی میشه. بسیاری از کسب و کارها هنوز فکر میکنن موفقیت فقط به پول تبلیغات بستگی داره، اما اقتصاد جدید یک پیام مهم داره. توجه مردم ارزشمندترین دارایی امروز هست.
یک شرکت ممکنه میلیون‌ها دلار تبلیغ کنه، اما اگه مردم درباره اون صحبت نکنن رشد نمی‌کنه. در مقابل یک ایده کوچیک ممکنه با ایجاد ارتباط واقعی با مردم تبدیل به یک پدیده جهانی بشه. اقتصاد ویروسی شدن نشون میده که موفقیت‌های بزرگ همیشه از منابع مالی بزرگ نمیاد. گاهی یک ایده کوچیک توی یک شبکه درست با رفتار درست مردم و کمک الگوریتم‌ها میتونه تبدیل به یک انفجار جهانی بشه. پشت هر اتفاق وایرال 3 نیروی بزرگ وجود داره: شبکه‌ها، رفتار انسان‌ها و تکنولوژی. و شاید سوال مهمتر این باشه که اگه امروز یه ایده کوچیک میتونه میلیون‌ها نفر رو تحت تاثیر قرار بده، چه کسی اولین ایده بزرگ بعدی رو خواهد ساخت؟ شاید همین امروز یه نفر در جای یک ویدیو منتشر کرده که هنوز کسی اون رو ندیده، اما فردا ممکنه همه درباره اون صحبت کنن. اگر از این ویدیو چیزی یاد گرفتی، اون رو با کسی که به تولید محتوا، کسب و کار یا اقتصاد علاقه داره به اشتراک بذار. تو کامنت ها هم بنویس به نظرت آخرین چیزی که واقعا وایرال شد چی بود و چرا. اگه هنوز عضو کانال نشدی سابسکرایب کن، چون توی ویدیوهای بعدی درباره اقتصاد، رازهای موفقیت و اشتباهات مالی که بیشتر مردم مرتکب میشن صحبت میکنیم. ممنون که تا پایان همراه بودی. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.